وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه ابو داود و ترمذی. عبدالله ابن عمرو ابن العاص از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آن آدم‌هایی که مهربان هستند آنها را الله مهربانی می‌کند. آنهایی که در روی زمین هستند با آنها مهربانی کنید. آنی که در آسمان است به شما مهربانی می‌کند. این نتیجهش. کسی که مهربان باشد، قلبش ملایم باشد، الله به او مهربانی می‌کند. شما به اهل زمین مهربانی کنید، آنی که در آسمان است به شما مهربانی می‌کند. یعنی کسی که مردمی که امروز در زیر زلزله ماندند و بی خانه و بی در ماندند، اگر به سوی آنها دستیاری دراز کند، مهربانی کند، الله تعالی به آنها مهربانی می‌کند. از ابو هریره رضی الله عنه آمده است که عقرة ابن حابس در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که ناگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم حسین را بوسه کردند. نبیره‌شان حسین پسر فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم را بوسه کردند. بعد گفت که یا رسول الله من 10 فرزند دارم، تا این روز یگان نفری آنها را یگان مرتبه بوسه نکردم. 10 فرزند دارم ولی بوسه نکردم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم من لا یرحم لا یرحم گفتند. کسی رحم نمیکنه رحم کرده نمیشه. در بعض روایت ها اومده است که گفتن که الله تعالی اگر از قلبت مهربانی را گرفته باشد دیگه من چیکار کنم گفتم. یعنی بوسه کردن فرزندها هم عبادت است، این رحم است. نیکی کردن با آنهایی که در مصیبت گرفتار شدن، بوسه کردن، علل خصوص یتیم و سر آنها را سیله کردن، بوسه کردن، با آنها طعام گرم دادن، این از جمله مهربانی هایی هست که نتیجهش مهربانی الله تعالی را می‌آورد.